قرار داخل این ویدیو بفهمیم که تا حداکثر چه ارتفاعی از هر بلاک زنده میمونیم. اولیش بلاک های معمولی هن که ما تا حداکثر 23 بلاک ازشون زنده میمونیم. بعدیش لاوا هست که اگه ما یه پوشن فایر رزیستنت خورده باشیم و داخل لاوا بیفتیم تا حداکثر ارتفاع 43 بلاک زنده میمونیم. بعدی تخت خواب یا همون بد هست که اگه ما روش بیفتیم تا حداکثر ارتفاع 46 بلاک زنده میمونیم. بریم سراغ بلاک بعدی یعنی هانی که ما میتونیم ازش تا 100 بلاک زنده بمونیم. بلاک بعدی بلاک هیبله که مثل بلاک هانی میتونیم تا 100 بلاک ازش زنده بیرون بیایم. این بلاک و 3 تا بلاک بعدی ما میتونیم از ارتفاع نامحدود ازش کلاچ کنیم از زنده بمونیم. این بلاک هم اسلایم هست. بلاک بعدی بلاک کابوب یا تارنکبوت هست که ما مثل بلاک قبلی میتونیم تا ارتفاع بی نهایت ازش کلاچ کنیم. بلاک بعدی بلاک وادر هست، نه بلاک سومیشنه، ولی مثل بلاک های قبلی میتونیم تا بی نهایت بلاک ازش کلاچ کنیم. وسیله بعدی که ما میتونیم باهاش از ارتفاع زنده بمونیم بلاک نیست بلکه زره ندرایتی فول پروتکشن به همراه کفشای فدر فالینگ هست. بریم تست کنیم این تا چند بلاک زنده میمونیم. تا 103 بلاک میتونیم با این زره ها زنده بمونیم.